حساب یک تقویم 365 روزه شمسی است که 18 ماه 20 روزه و یک ماه 5 روزه دارد. این دو با هم یک دوره تقویمی را می‌سازند که دوره‌های 52 ساله را تکرار می‌کنند. این دوره‌ها همچنان در بخشی از تقویم گواتمالا استفاده می‌شود. شمارش طولانی. این تقویم تاریخی را با شمارش تعداد روزهای شروع که به نظر می‌رسد 11 آگوست 3114 گاه شماری دوران مشترک باشد شناسایی می‌کند. به نظر می‌رسید که تقویم مایاها برای حدوداً 51-25-36 سال به طول می‌انجامد، زمانی که به اصطلاح به آن چرخه بزرگ یا گریت سیکل می‌گویند. تقویم شمارش طولانی مایا به طول کلی به 5 بخش مجزا تقسیم می‌شود. 1 روز کین، 20 روز یونان، 360 روز تون، 7200 روز کاتون و 144,000 روز باکتون. برای آنکه تاریخ این تقویم را با تقویم میلادی جدید تطبیق دهد، نیاز است که روزها را از آخرین روز چرخه بزرگ شمارش کنید. اما در حقیقت اینکه بدانیم آخرین چرخه کی شروع شده و آن را با روزهای میلادی تطبیق دهیم کمی دشوار و پیچیده است. باستانشناس انگلیسی سر اریک تامسون سری به دادگاه پست مقدس تفتیش عقاید در اسپانیا